ملیسیای دوشنبه روز 25 نوامبر سال 2022 خبر داد که بلاگر قربانو و فاطمه سال تولدش 2004 زاده و ساکن شهر بوستان را برای در اینترنت پهن نمودن نوارهای خصوصیت شهوانی داشته و استفاده عباره‌های تحقیرآمیز به مدت 10 شبانه روز حبس کردند. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه گفت فاطمه قربانова با مقصد زیاد کردن آبونچیان خود در شبکه‌های اجتماعی دست به چنین عملی به عقیده میلیچ غیر اخلاقی و به عرف و عادت مردم تاجیک تماما بیگانه زده است. خود فاطمه قربانова که با تخلص سنیکرز ویدیو نشر میکرد و در اینستاگرام نزدیک 6000 آبونچی دارد، روز 25 نوامبر در پی نشر خبر ابسش تنها همین قدر نوشته است که صبر میوه بیشتر است، کم ترک دیگر ماند، همش را میفهمید. او شری از این بیشتر ندود است که منظورش از کم ترک دیگر ماند چیست. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه می نویسد در سگمنت تاجیکی شبکه‌های اجتماعی بلاگران پیدا شدند که با مقصد هر چیز زیادتر کردن آبونچیان خود نوارهای خصوصیت شهوانی داشته و یا با استفاده سخنهای قبیح خصوصیت غیر انسانی را که به عرف و عادت مردم تاجیکان تماما بیگانه است به نوار گرفته توسط صفحه‌های خود در فضای اطلاعاتی پهن می‌نمایند. میلیسیای پایتخت از جمله می‌افزاید معین کرده شد که یکی از چنین بلاگران شهروند جمهوری تاجیکستان قربانو و فاطمه امیرخانونا سال تولدش 2004 زاده و ساکن شهر بوستان بوده با مقصد زیاد کردن آبونچیان خود در شبکه‌های اجتماعی به پهن نمودن نوارهای خصوصیت شهوانی داشته و استفاده عباره‌های تحقیرآمیز مشغول است. با مقصد پیشگیری پنشوی چنین نوارهای غیر اخلاقی شهروند قربانو و فاطمه به جزای مأموری جلب کرده شده به مدت 10 شبانه روز به حبس گرفته شد. میلیسیای دوشنبه در پی نشر خبر حبس این بلاگر از شهروندان علل خصوص بلاگران خواهش کرده است که در شبکه‌های اجتماعی از استفاده عباره‌های تحقیرآمیز خودداری نمایند.